سلام علیکم دوستان عزیز. در حدیث پیغمبر از امام بخاری اومده است حدیث صحیح که بهترین شما نفری است که یک چیز رو میفهمد و به دیگران میرساند. برای بهترین شدن کاری آسان نیست. در همین کانال اینا سایت ما بغیر از چیزهای بهترین سخنهای منفیت آور چیز دیگر نخواهید شنید. نخواهید از خود کرد یا که شنید یا که فهمید. ما بغیر از چیزهایی که منفیت آور برای شما بهترین چیزها رو خبر میگم. بغیر از چیزهای منفیت آور برای همین بهترین شدن در کار میگم که بهترین شما کسی است که چیزی رو میفهمد و به کسی آنها رو میرساند. ولی حدیث دیگه آمدگی است که بهترین شما کسی است که دائما با انسانهای اطرافیانش منفیت میآورد. بله. بود اومدگی است که در یک حدیث دیگه که همه شما تربیتگر هستین و همه شما از تربیت کردگیتون پرسیده میشوید. یه از حدیث صحیح بخاری است که به امام مسلم اگر که کسی که از شما کسی رو که تربیت میکنه تعلیم میدهید از تعلیم تربیت دادگیتون در قیامت پرسیده میشه. برای من غیر از چیزی منفیت آور و غیر از اون چیزی که به شما نفع میبخشد در این دنیا در قیامت چیز دیگر برای شما در سایتم چی میگم نمیگذارم و نخواهم گذاشت. ما به شما هیچ گوی یگان چه رکلام نمیکنم یگان چه نمیگم که بیا خرید یا که فروشید یا که بیا مثلا که بازی کنید سون به دست میارد. نه، بغیر از چیزی منفیت آور بغیر از آن که خداوند رو یگانه عبادت کردن، شرک نآوردن، شریک نآوردن، بغیر از الله تعالی به کسی به چیزی باور نکردن، عبادت نکردن بغیر از الله تعالی و احترام پدر و مادر و به کسی بدی نکردن بغیر از نیکی و علم آموختن، دانش آموختن. علم آموختن هیچگاه دیر نمیشود، هیچگاه از علم آموختن مثل که دست نکشیدن. این در فکر علم باید باشیم. هنر، کسب، هنر، دانش طلب بزرگی آموز تا بیش روز از روز. برای همین ما باید که در فکر پیشروی باید باشیم. برای که همه چی پشیمانی داره بغیر از علم و عبادت هیچ وقت نمیگیم که چرا نماز خوندم روزه گرفتم، هیچ وقت پشیمانی نمیکنیم. علم هم همینچنین. کسی که علم هنر داره خوش پشیمانی نمیگم. میگه که شاعر بزرگ که هنر آموز که است هنرمندی که در کشایی کن در نبندی. دانش اندر دل چراغ روشن و از همه بدتر تو جوشن است. نهایت انیس کن تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. کتاب باید دائم خوانیم، علم باید دائم گیریم. نگاه کو یا که دانشمند باش، عالم باش، یا که طالب علم باش، دانشجوی باش، یا که دوست داری همون دانشمند طالب علم باش. سه کس باش. یکم یا که دانشمند، دوم طالب علم، سوم دوست داری همونها. چهارمش نباش که هلاک خواهی شد. میگن چهارمش اینه که بد نبینایاره. سنگ نزن. مرا سنگ میزنن کو در کامنتاری به پای چی میزنن. چهارمش نباش میگه که هلاک میشوی. سنگ نزن نیارم، مسخره نکن. گفت که در حق چی میگن در رای کشتنشان نشو. مثلا اینا مرا تهدید به کشتن میکنن که تو حق میگویی، حق جویی را بد نبین، در وای چی میگن بزیدی وای نشو که هلاک خواهی گشت. یا میگه دانشمند باش که دانشجوی باش که دوست داری دانشمند دانشجوی باش که چهارمش نباش که هلاک خواهی گشت. چهارم همون نفرانی که سنگ میزنن برای دانشمندا یا که قصد کشتنشان میکنن یا که بد میبینن یا که مسخره میکنن. مرا مسخره میکنن بودن میچ کامنتاری مینیسن کو کم پیری پیشته پر خونه باشید تو خیلی حق گپ زنی ندارید. این سنگ زنی مسخره کنی. یعنی چهارم طایفه باید نباشید. گفتگی است که علی موی نمیگن هلاک خواهی گشت. هلاک چگونه میخوان شد؟ میروند زینو میکنن، سپید، ویچ، سیفیلیس. میرم قطعی. بله، عاقبت ویچ، سپید و سیفیلیس ای مرگ است. معلمه ما میگفتن در همون چیز در سیفیلیس کسی جایی که گناه کرد همونجا چسبید. لب گناه کرد، موچه کرد، مرد بیگانه را زد بیگانه را. همونجا یرا پیدا میشه، لاوش میخره، بیش میخره، نیست میشم. تا بعد میره گفتیم تاجیکو که نیست میشه میره. در اروپا میخلیشتن سال 1960 وقتی سیفیلیس پیدا شد بینیوشون نیست، لاوشون نیست، بعد مسکت میگشتن. بود مردکو یاره در نوکیمو در سریمو اولاد مردانگیش پیدا میشه، میخره، نیست میکنه، حاجت خونه میره، میخزه، میگه اینجا پوشو میگه بروک مکی میغالطه اولاد مردانش به اولاد مردانه میمونه. چهارم گروه همین است. چهارم گروهی که بعد میبینن عالما و دانشمندا را و اینسا که راه نشون میتوایره که از بدی دست کشین، از اینو دست کشین، گناه نکنین، زینوکاری نکنین، دزدی غری نکنین، فتنه ناندازین. چی میگن؟ کینوی پورنوگرافی تماشا نکنین. تنها خوب نروین. میگه در اون ویدیو تماشا کردم
зана ки ориёно тамошо накунӣ мегӯяд дар ютуб дар як видео дига тамошо кардам ҳамин корро мегӯяд накунӣ ба шумо раҳнамоӣ мекунад шуморо бад мебинед чорум гурӯҳ дар назар дорам баъд меша оқибаташ вич спидист баъд лавуш нест меша биниш нест меша чизи мардонагиш нест меша чизи занагиш нест меша баъд дар байни халқ мардум обу рӯш нест меша гуфти раҳмати модар мекунад ки об кирех бардошташ